اتفاقا یه خانمم که از پله ها می آمد بالا به من گفت چقدر خوشگلی. بعد من همین الان اینو زدم تو سرم، هیچ کار آرایش و مارایش هم نکردم، ولی شبم که میخوام بخوابم این روژو میمالم، لبه لافم هم اکثرا روژی ولی پاک میکنم که هر ساعت شب که پا میشم خودم از خودم خوشم بیام. خودم به خودم میگم 1000 الله اکبر، خدا رو 1000 بار شکر که اینقدر به من زیبایی و همه چی. پا شدم از جام اومدم دم دستشویی مثلا دارم خودم خیلی تو زندگی رمز موفقیت خوش اخلاقی، مهربونی و دست بده. اگه یه دونه شکلات داری، اگر کمترین چیزو داری، سعی کنی که به یه دیگری هم بدی. هر کسی دستش تو جیبش نمیره و هر پولی به درد هر کس نمیخوره، اما اگر داشتی دست بده داشته باش و مهربون با خانواده، با همسر، با پدر، با مادر، با خانواده، زبون خوش. عزیز دلم قربونتون برم، خوبی من همیشه تو جیبم، بچه هم یاد گرفتن از این شکلات رو میگیریم. این بچه ها که میان و حالا پیر مرده، پیر زنه، بچه بغل مادری داره گریه میکنه، عقلش نمیرسه این بچه رو داره میاره میدونه. این دست بچه ها هم که میبینی هم خط خودش کتف بچه از حال رفته ولی مادری تجربه نده، همینجور میچین. من میگم صبر کن، من اجازه دارم اینو ساکت کنم. دیگه اصلا ساکت نمیشه، بغلش میکنم، یه شکلات در میارم، میگم من اجازه دارم اینو بدم به این بچه‌م. وقت مادر یا پدره میگم من اینو که میدم این بچه ساکت میشه. با همین ببین نکشیدمشه، فهمیدی که یه نفر توجهش به این بچه هست. آفرین. توجه به همه امور دور و برتون داشته باشه. دقیقاً. مردا از زن بهترم، با تمام قدرت همه چی که دارن، ولی مثل یه بچه گول میخورن. با کوچکترین محبت راه میشن، با کوچکترین عشق همراهت میشن. اما خانما نه. من هم با مردا کار کردم هم با خانما. وقتی حکم اینا رو میدادن، خانمه مثلا اگه 10 تومن اضافه بود گفت با خانم لطفی‌زاده چرا مال این 10 تومن اضافه تره، من صبح میرم اداره. اما مال آقایونی که میدادم گفت ایرج خدا رو شکر تو 20 تومن از من اضافه تری. خدا شاهده. یعنی این خیلی این مسئله کنار مردا باشی، هیچ وقت روشون آفرین. زندگی کنی، زنده باشی. من اجازه دارم شما رو بغل کنم؟ خدا. اوی جونم.